سلام، من مهزیار هستم و خوش اومدید به MZR Stories. امشب با شما فصل اول داستان شریک جرم رو تجربه میکنیم. آماده شید خودتون رو جای شخصیت اصلی داستان ببینید و هر لحظه هیجان و رمز و راز رو احساس کنید. چیزی عجیب نبوده و نیست تا زمانی که پیامی برات ارسال میشه، اونم ساعت 2:47 بامداد. صدای لرزش گوشی روی میز مثل یک نفس کوتاه توی تاریکی اتاق پیچید. آیا تو معمولا این ساعت بیداری؟ مسلما نه، اما اون شب خواب به چشمات نمی اومد. حس مبهمی پشت گردنتو میلرزون، همون حسی که آدم دلیلشو نمیدونه اما مطمئنه که قرار اتفاق بیفته. یهو صفحه گوشیت روشن میشه، یه پیام ناشناس بدون نام، بدون عکس پروفایل، فقط یک جمله روی صفحه میبینی با یک شماره که نوشته شده وقتی این پیامو دیدی یعنی شریک جرم شدی. 61396. تو اخمی تو چهرت داری با یه حالت ترس، ولی به خودت امید میدی که نه بابا، اتفاقی نیفتاده که خودمو در هم کنم و بترسم. با خودت فکر میکنی که اون کیه؟ نه شماره‌ای ذخیره داری و نه چیزی که نشون بده فرستندش کیه. اما زیر جمله‌ای که نوشته شده بود فایل کم حجمی بود که رمزنگاری شده بود. انگشتت روی صفحه مکس میکنه. میتونستی بیخیالش شی، اما کنجکاویت میگه فایل رو باز کن. چیزی نیست، این فقط یک شوخی کوچیکه. شاید دوستات میخوان تو رو اذیت کنن، ولی یه حسی هم بهت میگه مگه دوستم این موقع شب از این کارا میکنه؟ فایل رو باز میکنی و تصویری میبینی که تاره، انگار از پشت پنجره‌ای که بخار گرفته شد. یک اتاق کوچیک، نور زرد و سایه آدمی که پشت به دوربین واسطاده. دستاش به سمت پایینه و انگار داره چیزی میچرخونه که نه چاقوه و نه اسلحه، بلکه چیزی شبیه به کلیده. اما این کلید با کلیدهای بقیه فرق داشت. این کلیدی بود که انگار وجود خارجی نداره. حس بدی درونت به وجود میاد که شبیه ترس نیست، بیشتر شبیه فهمیدن ناگهانی رازی که از کنارت رد شده و بخشی از وجود ناخودآگاهت شده. قبل از اینکه بیشتر نگاه کنی پیام دوم بهت میرسه. تو تنها کسی هستی که فایل رو باز کرده، پس انتخاب خودتو کردی. این بار با یه ایموجی که میخواد ترس رو درونت فعال کنه. تو با تعجب میپرسی اشتباهی پیامو فرستادی، من اون کسی نیستم که تو دنبالشی. اما اون در جواب می‌نویسه اشتباه؟ ما هیچ وقت هیچ کاری رو اشتباهی انجام نمیدیم. چیزی عجیب پشت این ما پنهان شده بود. شاید یک گروه باشن یا یک نفر با چند چهره پشت این پیام پنهان شده بوده. اگه میخوای ادامه داستان و ماجراهای بعدی رو از دست ندی، حتما کانالمو سابسکرایب کن و زنگوله بغل رو فعال کن تا اولین نفری باشی که فصل جدید رو شروع میکنه. MZR Stories پر از رمز و راز، هیجان و لحظه هاییه که تو در خودت اونو پیدا میکنی. پس عجله کن و شریک جرم بعدی ماجرا تو باش.